توجه نمایید به تفصیلات پوره خبرها. کارمند نقطه شستشوی نقلیات شاهراه واقع در کوچه جورا زاکری شهر خوجند بعد شستن نقلیات مزاج تمغه مرسدس بنز غیر قانونی آن را حی کرده میبرد که با اعلان عملیات بازداشت در حدود ناحیه شهرستان میلیسیا او را دستگیر نمود. جوان 18 ساله ایسو فخرالدینویچ سال تولدش 2003 استقامت کننده دهه سنگمیله ناحیه شهرینو با مقصد دریافت شغل مناسب شهر خوجند را برای زیست موقتی و کار و فعالیت انتخاب نموده، جای آنی که به کارهای فایده‌ناک جمعیتی مشغول شده روزگار خود را پیش برد، در محیط نو دست به صادر نمودن جنایتی در ماده 252 کدکس جنایتی پیش بینی شده غیر قانونی حی کرده بردن واسطه نقلیات میزند. او تا صادر نمودن این جنایت در نقطه شستشوی نقلیات شاهراه واقع در کوچه جورا زاکری شهر خوجند به حیث ماشینشوی به کار درآمده بعد 3 روز فعالیت پایت مناسب را پیدا نموده نصف روزی سنه 13 اکتبر автомашین تمغه مرسدس بنز با ساکنی 36 ساله شهر بوستان تعلق داشته را که برای شستشو در اختیار این نقطه خدمترسانی گذاشته بود غیر قانونی حی کرده میبرد. سالی بعدی دیم از خدا شسته با مقاله شسته بعد چون از کار کردن بعدی چون از اجازه ماشین بیرون بردم. شما ترتیبش نفهمیدن که ماشین مجازی حی نکنید از حدود نقطه ماشینشوی بیرون نبرید؟ نه. بعد به قیدگیری جنایت مذکور میلیسیا با تشکیل عملیات بازداشت سبکروی تصرف شده و شخصی صادر کننده جنایت را پیدا نمود. گمانبر شده در حدود ناحیه شهرستان از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت کرده شده نقلیات به آسیب تکنیکی به صاحبش برگردانیده شد. گمانبر شده با تفتیشات پیشکی نشان داده است که با مقصد دلخوشی و به همدهگانش همچون نقلیات شخصی نشان دادن سبکرو را اختیارداری نموده است. اما این دلخوشی صحیفه زندگیش را سیاه نمود. حالت مورد توجه آن است که ماموریت نقطه های خدمت رسانی باید همچون کاردهنده فعالیت زیردستان را نظارت کنند تا اینکه با مزاجان از خدمت رسانی ها استفاده برنده ناراحتی نورند. وقتی که ماشین شسته شد بریم بروردم کلیتوی دستش بدادم برای قاقلی ماشین بریم. و وقتی در آمدم اینجا برآمدم که ماشین نه ماشین هست نه ایسو هست. صاحب ماشین خبردار کردم که شما ماشین تو هم خیلی وران شدگی ایران رفتگی. تفتیشات پیشکی ابراز می‌دارد که کردار گمانبر شده قصدانه است و از روی حادثه با ماده 252 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است.